روز چهارشنبه اداره پلیس ضد تروریستی بریتانیا اطلاع داد که سابق جاسوس روسیه و بریتانیا سرگئی اسکریپال با گاز فلج کننده عصب در نزد درآمدگاه منزلی زیستش زهرآلود شده است. دین هایدان هماهنگساز ملی مبارزه با تروریسم در بریتانیا گفت به عقیده آنها بار اول اسکریپال در درآمدگاه منزلش با مواد فلج کننده عصب تماس داشت. این اولین حادثه استفاده سلاح کیمیایی پس از جنگ دوم جهانی در قلمرو اروپا می باشد. بریتانیا ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را مسئول سوءقصد به جان اسکریپال عنوان داده است. ممالک غربی پس از آشکار شدن این قضیه 130 دیپلمات روس را اخراج کردند. روسیه دست داشتنش در حمله به اسکریپال را رد کرده اصرار می‌ورزد که خدمات مخفی بریتانیا با هدف برانگیختن اغوا بر ضد روسیه از گاز کیمیایی نویچوک که در زمان شوروی تولید شده است کار گرفتند. اسکریپال 66 ساله و دختر 36 سالش یولیا روز 4 مارس امسال در حالت بیهوشی در کنار فروشگاه شهر انگلیسی سالزبری یافت شدند. یک دادرس بریتانیا میگوید به احتمال زیاد مغز سر اسکریپال و دخترش شفا نمی‌یابد. تفتیش قضیه ادامه دارد و پلیس میگوید که منزل زیست اسکریپال در مرکز توجه مفتشان است. سرگئی اسکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا در روسیه زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت‌های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض نمودند.